درنو هیوادوالو وطنداران عزیز، خواستم که توجه شما را به یک موضوع جالب جلب کنم اینجا. این صفحه به اسم WeAreNRF مربوط به احمد مسعود و صفحه رسمی جبهه مقاومت می باشه. شما میتونین که ببینین که فالوورای این صفحه خود شخص احمد مسعود، علی میثم نظری و تمام اراکین بلندپایه و درجه اول جبهه مقاومت فالوورای از این صفحه مذکور می باشه. صفحه مذکور چند قبل یک توییتر به نزد مردم گذاشتن که در آن دو خانم توسط یک نظامی پوش دستگیر میشه یا دستگیر شده. در این توییت آقای احمد مسعود و جبهه مقاومت نوشته که دختران تاجیک یا زنان تاجیک و هزاره توسط طالبا بسیار به یک شکل ظالمانه دستگیر میشن و جزئیات دیگه هم نوشته. در این حال اینجا شما منافقت از اینا مرداره ببینین که توهین به اقوام شریف افغانستان، توهین به ناموس هزاره و تاجیک و نامردی دوم از اینا را که این تصویر مربوط به زن و دختر تاجیک و هزاره نه، بلکه مربوط به یک فیلم غیر اخلاقی و یا امان فیلم که گویا فیلم سکس میگنش مردم غرب یا مردم دنیا، و این داستان جعل از اینها توسط یک صفحه معتبر دیگر غربی فاش میشه و این مقامتی ها اصلا از خجالت دیگه سر هم بلند کردن نمیتونن و این غربی میگه که جبهه مقاومت ملی یک تصویر را از فیلم سکس بلند کردن و ادعا دارن که گویا طالب ها بالای زنان از اینایی مظالم را داره. خب شما فکر کنه تاریخ بالای از اینا چی قضاوت کنه که جبهه مقاومت یا فرزند مسعود حالا میخواه که بالای فیلم سکس یا توسط فیلم سکس دشمن خود را شکست بده. لعنت به اینا مردا.